بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز قسمت سوم از داستان جعفر ابن ابی طالب رو با هم میخونیم. اگه به یاد داشته باشین که در هجرتی که به حبشه داشتن و اون گفتگویی که بین عمرو و عاص شد و اون فرستاده دیگری که همراه عمرو و عاص بود با نجاشی که خواستن که مسلمان ها رو برگردونن، نجاشی وقتی آیات الهی رو شنید متأثر شد و اشکاش سرازیر شد، به ویژه وقتی که مرحله دوم اینها رو دوباره عمرو و عاص کشوند به محاکمه در اونجا، وقتی که اینها گفتن عیسی بندی خدا و رسول خداست و کلمه خداست و روح خداست که به مریم علیها السلام القا شده، اینجا دیگه بود که این نجاشی گفت بین ما و شما فقط به اندازه یک مو فاصله است. و علی رغم اینکه خیلی از کشیش ها و بالاخره اون روحانیونی که اونجا بودن ناراحت شده بودن، نجاشی گفت من اینها رو تحویل نمیدم، اگرچه کوه طلا بدید، و عمرو و عاص رو با هدایایی که آورده بود همه رو برگردوندن، ناامید و سرشکسته. و خب جعفر ابن ابی طالب و همسرش اسماء بنت امیس و سایر مسلمانان دیگه اونجا در حبشه زندگی کردن. ببینید جعفر 10 سال رو در حبشه بود، در امنیت و اطمینان زندگی کرد و هیچ مشکلی نداشتن با همسر خودشون تا اونجا، تا اینکه سال 7 هجرت شد دیگه. 7 سال از هجرت پیامبر صلی الله علیه وسلم دیگه به مدینه گذشته بود. اینجا بود که جعفر با تعدادی از مسلمانان به سمت مدینه هجرت کردند تا به نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بیان. و در اون موقع پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بعد از جنگ خیبر بود و خداوند بالاخره فتح و پیروزی رو نصیب اینها کرده بود. وقتی پیامبر جعفر رو دید به شدت خوشحال شده بود که اصلا خوشحالی خودش رو نمیتونست کتمان کنه. پیامبر میگفت که من نمیدونم ما ادری به ایهما انا اشد فرحا، به کدومی که از این دوتا من شدت خوشحالی خودم رو نشون بدم، اب فتح خیبر ام به قدوم جعفر، آیا من از فتح خیبر خیلی خوشحال بشم، خوشحالی خودم رو بتونم نگر اعلام بکنم، یا به خاطر اینکه جعفر اومده؟ یعنی دو عامل خوشحال کننده ای بود که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در اون مورد قرار گرفت، به فتح خیبر ام به قدوم جعفر. در هر صورت اما زیاد از خوشحالی مسلمانان نگذشت، یعنی از اون خوشحالی که پیش اومده بود و شرایطی که بالاخره بود، 1 سالی شاید بیشتر نگذشته بود که هرقل، خوب دقت بکنید، هرقل پادشاه روم تصمیم گرفته بود که بتونه بالاخره یک آسیبی به مسلمانان بزنه. شرایط خیلی سخت بود. میگه که اون چیزی که واقعا عامل خوشحالی هم بود در مورد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این بود که دیگه در اونجا میدید که این جعفر هم پسرعموش بود، هم جز سابقین اولین بود، همین گروه بود که اینا منتظر بودن همه به هم ملحق بشن. یک نکته‌ای که وجود داشت در مورد جعفر، بعد قبل از این بحث هرقل رو مطرح بکنم، این بود که جعفر بین از نوادر افرادی بود که بسیار زیاد به فقرا میرسید و نیکی میکرد و به همین سبب ایشون رو ملقب کرده بودن به ابوالمساکین. یعنی اسم جعفر یکی از اسامی که داشت ابوالمساکین بود که ابو هریره نقل میکنه. خوب داشته باشید به این تیکه خیلی مهمه، بحث اخلاقی و بخشش ایشون داشت. ابو هریره رضی الله عنه نقل میکنه که میگه که بهترین کس به ما افراد مسکین، چون میدونید ابو هریره رضی الله عنه و تعدادی از اصحاب صفه مسکینانی بودن که اونجا در محل صفه مسجد بودند و خب هر کسی به اینها کمک میکرد و اینها در واقع شاگردان آموزش بودن که نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آموزش میدیدن. میگه بیشترین خیری که به ما میشد از جانب مردم جعفر ابن ابی طالب بود و میگه اون میومد ما رو میبرد به خونه خودش، از ما پذیرایی میکرد، به ما شام و نهار میداد و حتی اگه شده بود که گاهی مثل غذاهاشو به ما میداد، یه غذاها تموم میشد، ظرفای غذایی داشت خالی میکرد، میداد به ما ظرفاشو، میگفت حتی بیاین این ته ظرفا رو هم بخورید. یعنی اینقدر سعی میکرد بخشش بکنه و به ما برسه و هیچی حتی گاهی دیگه تو خونش باقی نمیمون، عباس به ما کمک میکرد. بله، حالا نکته بریم دنبال داستان ببینیم چه شد. میگفتیم 1 سال بیشتر نگذشته بود دیگه، بالاخره جعفر ابن ابی طالب اینها در سال 8 هجرت هست که در مدینه هست. پیامبر خدا سپاهی رو آماده کرد
تا برن به سرزمین روم، به حدود مرزهای رومی، چرا که مسلمانان تهدید شده بودن در اونجا. از اون طرف اعرابی که نصارا بودن، نصرانی بودن، دست به دست هم داده بودن، هم پیمان شده بودن. تعدادی از مشرکین عرب در قبایلی بودن که هم پیمان شده بودن. از اون ور نیروهایی که به قول مال رومی ها بود آماده شده بودن، اومده بودن برای بالاخره یک جنگ بزرگی رو آماده شده بود. در اون زمان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در این جریان اومد چیکار کرد؟ زید ابن حارثه رو که پسرخونده خودش بود که ما اشاره کردیم، اینو به عنوان چی قرار داد؟ فرمانده این سپاه. و گفتش قبلا ما در داستان گفتیم، گفت اگه زید کشته شد امیر شما جعفر ابن ابی طالب هست، اگر جعفر کشته شد امیر شما عبدالله ابن رواحه هست، و اگر عبدالله ابن رواحه هم کشته شد شما یکی رو خودتون بین خودتون از بین مسلمان ها به عنوان امارت انتخاب بکنید. میگه وقتی مسلمان ها به اون منطقه معطر رسیدن که یک روستایی هست در حدود مرزهای سرزمین شام و اردن، دیدن اوه ببین چه جمعیتی از این رومی ها اومدن، نزدیک 100,000 نفر سپاهیان جنگاور ورزیده رومی که حدود 100 تا 200,000 نفر هم عرب‌های نصارایی که بودن از قبایل لخم و جذام و قزاعه و دیگه اومده بودن برای حمایت اینها، در حالی که سپاهی که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاده مسلمان ها 3,000 تا بودن. بالاخره میگه وقتی که اینها در اون میدان قرار گرفتن، در برخی ما گفتیم که گفتن ما بریم رسول الله خبر بدیم و کسی بفرسته که ما در چنین شرایطی برخوردن، نه، رسول خدا فرمان داده ما به امر خدا حرکت میکنیم، ما به تعداد و جمعیت کار نمیکنیم تا ببینیم چه میشه. بالاخره جنگ در گرفت، جنگ بزرگی در گرفت و شرایط خیلی حساس بود. گفتیم در این جنگ زید ابن حارثه به شهادت رسید بدون اینکه اینا عقب نشینی کنن. یعنی نیا کنید در جنگ ها میگن افراد کشته میشن، گاهی نیزه ها به پشت اینا میخوردن، اینا تمام این نیزه ها، شمشیرها، اینها به سینه هاشون خورده بود. وقتی که زید بن حارثه شهید شد، جعفر بن ابی طالب پرچم رو گرفت و بالاخره و شروع کرد در وسط این میدان جنگ حرکت کردن. دید شرایط خیلی حساس شده، از اسب خودش اومد پایین، حتی اسب خودش رو میگن اغار کرد، زد که دیگه سوار اسب نشه بخواد فرار بکنه، با شمشیر خودش و حمله کرد به وسط این سپاه دشمنان و در حالی که شعر میخون جعفر ابن ابی طالب، یا حبذا الجنة و اقترابها، که میگفت که امروز بهشت نزدیک شده، چقدر نزدیک ما حس میکنیم و چقدر پاکه و این نوشیدنی های جنت چقدر سرده. میگن هوا هم شرایط اونجا خیلی خاص بود. میگه روم به ما نزدیک شده اما عذاب رومی ها براشون نزدیکه، اینها به سبب اینی که در برابر حق ایستادن، نافرمانی کردن، خیانت کردن، اینها به زودی به سختی و هلاکت خواهند افتاد و من آماده‌ام که همه این ضربات رو بچشم. بله هر صورت جعفر ابن ابی طالب میگن که در این میدان جنگ وارد شد و با شمشیر خودش همچنان میجنگید و دفاع میکرد و تا اینکه یک ضربه خورد دست راستش قطع شد، با دست چپ پرچم رو گرفت، با دست چپ پرچم رو گرفت و دست چپش هم قطع شد. میگن با 2 تا بازویی که مونده بود پرچم رو گرفته بود و همچنان ایشون مقاومت میکرد تا اینکه یکی اومد با یه شمشیر که بالاخره شمشیر زن حرفه‌ای هرچی بود ضربه مهلکی زد که حتی میگن ایشون از وسط به 2 نصف شد و بلافاصله پرچم رو عبدالله ابن رواحه گرفت که عبدالله ابن رواحه هم همچنین که مثل اون 2 دوست دیگه زید ابن حارثه و جعفر ابن ابی طالب به شهادت رسید. و دیگه خب سپاه دیگه داستانش هم میدونید که دیگه مردم خالد بن ولید انتخاب کردند و خالد بن ولید با یک تاکتیک و یک زیرکی تونست از اون مهلکه مسلمانان رو نجات بده، ضمن اینکه به نوعی شکست هم براشون حساب نشه، تازه نوعی پیروزی هم حساب میشد. میگه وقتی خبر به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رسید که 3 تا از فرماندارانش که اون امرایی که فرستاده شهید شدن، پیامبر خیلی ناراحت شده بود. در روایتی هم است که پیامبر نشسته بود گفت که بهش خبر داده شده، جبرئیل خبر داد، گفت پرچم رو الان زید بن حارثه گرفته، زید شهید شد، جعفر ابن ابی طالب گرفته، جعفر شهید شد و عبدالله ابن رواحه گرفته، عبدالله ابن رواحه هم شهید شد و شمشیری از شمشیرهای خدا پرچم رو به دست گرفت و مسلمانان رو از مهلکه نجات داد و بالاخره پیروزی رو آورد. در صورت وقتی خبر شهادت به جعفر ابن ابی طالب پیامبر رسید، پیامبر رفت به خونه بالاخره پسر عموی خودش جعفر ابن ابی طالب و خب اسما بنت امیس اونجا بود و استقبال پیامبر اومد. خب خیلی خوشحال شد
بعد داشت خمیر میکرد و بالاخره بچه هاشو میشست تو خونه خودش و اینها، سرهاشون رو روغن میزد، لباس میزد که میگه پدرشون هر آن ممکنه بالاخره برگرده. ولی وقتی دید که پیامبر نه غمگینه، اندوهگینه و چهره پیامبر حالت خاصی داره، ترس تو دلش افتاد و میترسید سوال بکنه، چیزی رو بگه. پیامبر سلام کرد، ایشون هم سلام کرد. پیامبر گفت که فرزندان جعفر رو بیاید. فرزندان جعفر رو آوردند و اینا اومدن پیش پیامبر و بالاخره پیامبر اینها رو بغل میکرد، میبوسید، بو میکرد این فرزندانشو، در حالی که اشک از چشمان پیامبر سرازیر شده بود. اون اسما بنت امیس میگه گفتم یا رسول الله پدر مادرم فدات بشن، چی شده که گریه میکنی؟ آیا خدای نکرده برای جعفر و دوستانش اتفاقی افتاده؟ پیامبر گفت بله، همه اونها، این 3 نفری که فرمانده و امیر ما بودن، امروز شهید شدن. دیگه به مجرد این جریان دیگه اسما بنت امیس هم بالاخره نگران شد، زد زیر گریه و بلندوگین شد. از اون ور هم بچه‌ها بالاخره در جای خودشون خشکشون زده بود، شرایط خیلی حساس بود. میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله اشک‌های خودش رو پاک میکرد و دعا میکرد، میگه خداوندا اللهم اخلف جعفرا فی ولده، اللهم اخلف جعفرا فی ولده، و دعا میکرد خداوندا بالاخره به خاطر برادر جعفر کسی رو جانشین بکن که فرزندانشون نگه داره. و میگه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود که من جعفر رو در بهشت میبینم که دارای 2 بال خونین هست، در حالی که در صف پیشگام در حال پرواز هست. ولی این مواردی بود که ما در اینجا نقل کردیم. حالا من موارد خاصی میخوام ببینم اینجا وجود داره دیگه، فکر میکنم کفایت بکنه، ممکنه هم خسته شده باشید. چی میگیم دیگه؟ حالا جالب اینجاست که ابن عمر میگه که وقتی به عبدالله ابن جعفر میرسید، عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما وقتی به عبدالله ابن جعفر رضی الله عنهما میرسید، پسر جعفر، میگه السلام علیک یا ابن ذی الجناحین، سلام بر کسی که تو دارای پسر کسی هستی که دارای 2 بال هست، به خاطر همون بالهای بهشتی. و این سخن رو گفتیم که اونجا وقتی نجاشی به جعفر گفت تو چرا شما سجده نمی کنید برای پادشاهان؟ گفتن که ما سجده نمی کنیم جز برای الله و پیامبر به ما دستور داده، ما حتی برای پیامبر خودمون هم سجده نمی کنیم. خب تا روز دیگه و درس دیگه از دیگه از یاران پیامبر، همه شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.